آره داشتی یه مندم داشتیم و این داستانا. مندم یعنی چی؟ نمیدونی مندم یعنی چی؟ نه یعنی چی؟ بابا تو چجوری میگی من رپیم وقتی نمیدونی مندم یعنی چی؟ گنگ یک فور تایم، من کافم و اینجا بنده یکی. آقا سلام، من و شما دوباره بعد از این همه ترک ریلیز شدن تو رپ فارسی. آقا یک شب ترک ریلیز نکنید، یه کانتنت بتونم بگیرم بذارم یوتیوب. دلم به خدا تنگ شده و امروز قرار اصطلاحای رپی خیلی زیاد و اصطلاحای دریلی رو بشینیم با هم دیگه حرف بزنیم راجبش و معنیاشون رو بهتون بگم دونه دونه. من یه 15 20 تا اینجا آماده کردم، یه دونم استوری گذاشتم، پرسیدم تا حالا چیزی به گوشت خورده که ندونی، مثل مندم، شنک، چیزا که تو دریل میگن معمولا گوش میکنی هده الکی میزنی که مثلا آره فهمیدم ولی عمرن اگه فهمیده باشی. و امروز کلا قراره بشینیم با هم دیگه راجع به اونها صحبت کنیم. هر اصطلاحی که تا حالا شنیدی و نمیدونی چیه رو توی کامنت ها بنویس. بدبی، شنک، مندم، حتی اصطلاح رپی مثل ورس، پول، بریج، هر چیزی بنویس و اینکه یه کامنت هر جوری دوست داری هم مثلا بذار که این ویدیو برای بقیه بچه‌ها هم ساجست بشه، ویو رو هم نرزونه. ویو هم جدن داره اینجوری میشه و حال نمیده بهمون دیگه. خلاصه برو بریم داخل ویدیو. فکر کنم این پنجمین ویدیوی 4 روز اخیرمه و دارم رکورد میزنم واقعا بچه‌ها. پس شما ویدیوها رو ببینید، شورت ویدیوها رو هم ببینید. یه انیمیشن توپل تو راه، هیچ نمیگم هایپ نکنه ولی فردا فکر کنم تو زرش بیاد دیگه. برو بریم. آقا این روزام که بازار دیلفا خیلی داغه و همین اصطلاحی که امروز میخوام بگم تو ترک سروش خیلی استفاده شد، مثلا سین اف مندم، مثلا این مندم که خب اولی هم میخوام بهتون بگم، یا اینجور داستانا که زیاد استفاده میشه. خلاصه قراره بشینیم با هم بگیم. من چند تایی براتون آماده کردم اینجا، یه دونه استودم گفتم گذاشتم که بچه‌ها هم پرسیدن و اونا هم قراره بشینیم با هم دیگه جواب بدیم و خلاصه همین. آقا اولین کلمه شده تا حالا داخل ترکا بشنوی مندم زیاد بود، چه میدونم مثلا تو فکر کنم پلاگد این ویز فیلمز و روتون مانکیت میگفت داخل همین ترک آخر سینورف مندم میگه. سینورف یعنی ببین مندم شمالو. مندم یعنی چی بچه‌ها؟ ما تو مترادف فارسیشو نداریم ولی بخوام خیلی واضح بهتون بگم، دیدیم مثلا ما پسرا جمع پسرونه، مثلا جمع عرق خوری پسرونه داریم، مثلا میریم توی جمع میشینیم که همه سیبیل سیبیل پارتی، ولی پارتی نه، یه جمع پسرونه که دور هم جمع شدن و دارن حرف میزنن، پارتی میکنن، هر چیزی بهش اونور میگن مندم. تو یوکی معمولا بهش میگن مندم، یو اس رو نمیدونم حقیقت که آره دیگه. تو دیریل هم خیلی استفاده میشه، مثلا راجع به اینکه دور هم یه سیبیلی دیگه، کلا عرق خوریای ما چه میدونم میشینیم دور هم کارایی میکنیم دیگه، نهایتش همون کاری بدتر که زشت است. یه کلمه که سرش خیلی بحثه، کلمه بعدی واقعا سرش خیلی بحثه. یه سری جاها دیدم مثلا چیزی برداشتن معنیش کردم پشمام ری خودم موندم. بعد بیرون من دیدم یه ناخدایی، یه ناخودآگاهی اومد معنی کرد بد بیبیه و معنی دوست دختر میده. من گفتم وات، کجا در آوردی اینو؟ نه بچه‌ها نه، بد بی خودش یه کلمه مجزاست که بازم تو یوکی استفاده میشه. سرچ کنید تو گوگل و کلا مترادف فارسی رو بخوام بیارم به اینور، دختر مستقلی که مهارت نگفتن داره، رو پا خودش واسطاده و کلا یه دختر یعنی بد گرل دیگه. چجوری ما بد بوی داریم، بد بویا خوبن، بد بی ها هم خوبن. حالا یه کلمه دیگه هم داریم بد بچ که مثل همین بد بیه. من واقعا نمیدونم بد بچ و بد بی یکی یعنی نه، چون 2 تا معنی داخل گوگل دارن. من رفتم تحقیق کردم، الکی نیست. بد بچ، بد بی تو کالچر هیپ هاپ استفاده میشه ولی بد بچ تو همه کالچرها استفاده میشه. بد بچ هم یعنی دختر هرزه نه، میدونی مثل این مونه دختری که میخواد بده خب ولی واسه هرزگی نه. حالا اون ور جا افتاده، ما تو ایران هم چیزی نداریم حقیقت، اگه داشته باشیم هم نمیاد رو کنه که اینه داستان. ولی خب استایل بدبیا کاملا مشخصه دیگه. این هم از بدبی. آقا باراباس، کلمه بعدی که بچه‌ها پرسیدن باراباسه. باراباس بیا پایین بابا بچه خوشگل. فکر کنم تو اون ترک میگفت باراباس یا بالاباس، یادم نیست، ولی باراباس کلا کلمه که استفاده میشه. باراباس نام مرد یک آدم یهودیه ولی باراباس کلا تو زبون کالچر هیپ هاپ، مثلا هیپ هاپ کلا لنگویج دیگه است انگار، کلا اینکه لغتنامه دیگه داره. باراباس ما به ماشین پلیس میگیم، تو باورتون نشه ولی باراباس هم ماشین پلیس. آقا کلمه بعدی کلمه محبوب سپر خلسه، سوبر. سوبر معنی لغویش به کسی بوده که تو جمعی که همه داشتن مست میکردن مست نمیکرده. خب و کلا مردی که
کلا آدمی که مست نمیکنه رو بهش میگفتن سوبر، ولی الان واسه دراگ این اومده، کسی که دراگ مصرف نمیکنه رو میگن سوبر. و چیزی که ما خیلی داریم میشنویم مثل اینکه مثلا سینای سایی سوبره، این چیزی خودت خلصه گفت، منظورش اینه که خیلی خشک و مثلا بی‌مزه، مثلا بی‌معنی سری حرفا رو میزنه، حرفا رو مستقیم میاد میزنه، مثلا چه میدونم مثلا بچه‌ها این کلیده، خب یه همچین چیزیه، مثلا میگه بعد از نگاه آرتیستی تر مثلا به این قضیه نگاه کنه و صحبت بکنه. مثلا این صحبت سپهر خلصه است. من والا کلمه بعدی که استفاده شده تو رپ فارسی و سوال پرسیده هولوکاسته که ربطی به رپ فارسی نداره، اصلا یه کشتار دست جمعیه که تو گوگل سرچ کنید بیاد، ربطی به رپ نداره حقیقت. کلمه بعدی شنک، کلمه محبوب تونی، زیرو تونی وان کیت. میکشیم شنک و شنک معنی همون تیزی خودمونو میده دیگه، کاردش کارد مثلا تیزی بیشتر، تیزی زنجانی ما میشه شنک هاچی. لیریکال یا لیریسیس، رپری که نویسنده خوبیه و تکستاش و لیریکساش میچربه بقیه چیزا، کلا یه رپر نویسنده خوبه، میدونی آدم لیریکالیه، یا حالا تکست میدونی موزیک لیریکالی بود. یکی پرسیده ورس یعنی چی؟ ببین ورس یه بخش از آهنگه که یک بار تکرار میشه، تکرار شونده نیست، همون یه بار تکرار میشه و معمولا بخش اصلی موزیک همون ورساست. حالا بعضی از موزیک‌ها یه ورس، دو ورس، سه ورس و حتی بیشتر هم دارن. اینترو چیه؟ اکثر موزیک‌ها اول موزیکشون یه فضای شروع کننده‌ای دارن، حالا چه روش صدای وکال باشه چه نه، وکال هم بعداً میگم چیه، چه وکال باشه چه نباشه، یه شروع کننده‌ای داره که گوش تو رو عادت بده به اون موزیک و بعد بره. میگم اکثر موزیک‌ها، بعد موزیک‌ها اینترو دارن یهو میرن سر اصل مطلب. کوراس و حالا خیلی چیزا میگم بهش چیه. کوراس موزیک بخش تکرار شونده موزیکه که معمولا کوراس واسه همخوانی و حفظ شدن داخل موزیکا میاد. مثال بخوام بزنم متوجه بشی، خیلی علمی نخوام بگم بهت، حل میکنم توش، این کوراس بود که 3 بار داخل موزیک حل تکرار شد. کلا کوراسای موزیکا اکثر موزیکایی که کوراس دارن یه چیز کچی طور میان میذارن، یه سری چیزی که بتونی حفظش بکنی و باهاش تکرار بکنی، واسه اینه که معمولا مخاطب شنونده بتونه همخونی بکنه با موزیک. کلمه بعدی دلیوری شیوه گفتن کلمات و شیوه خواندن کلمات دلیوری که خیلی چیز مهمیه. مثال برات میزنم، این ساعت قشنگه. میدونی؟ حالا لحن صورت مهم نیست، لحن صحبت مهمه. دلیوری من کدوم بیشتر میخورد به این ساعت قشنگه؟ باید لحن صحبت و اون جمله یکی باشه. معنی کلی دلیوری این میشه. حالا یک جاهایی مثلا چه میدونم لحن گفتن و این سری داستانا مهم میشه تو کلمه دلیوری کلمه، که آره دیگه بیشتر خواستی بدونی و باید سرچ کنی. پل چیه؟ پل یا همون بریج که احتمالاً کمتر از ورس و وکال رو نشنیده باشید. یه چیزی بین ورس و وکال، خب بین ورس و کوراس، چرا گفتم وکال اون وقت، بین ورس و وکال میذارن که تو آماده بشی واسه کوراس، به اون میگن بریج یا پل، که میتونه بین دو تا ورس، بین یه ورس و کورس یا حتی چیز دیگه هم باشه. تو کوروس البته اگه درستش فکر میکنم. پرسیده بیت یعنی چی؟ این چه سوالیه؟ خب بیت یعنی بیت دیگه. بیت ضرب آهنگ موزیکه، همون ضرب آهنگ که زیر موزیک میاد تو رپ یعنی بیت. آقا رایم چیه؟ رایمو خیلی اشتباهاً بعضی موقع بهش میگن قافیه. خب قافیه هم بعضی جاها میشه ولی بعضی چیزا رایم قافیه نیست. رایم‌ها 1 سیلاب، 2 سیلاب و چند سیلابی دارن. از 2 تا داستان میشه بررسیش کرد. وزن و چیدمان. کلاً قضیه رایم خیلی طولانیه بخوام راجعش صحبت بکنم، ولی همون قافیه بازی رپفا خیلی بخوام غیر علمی بگم، علمیشو باید بری سرچ کنی. یارو پرسیده سولو یعنی چی؟ سولو یعنی تکی داره میاد یارو. کلا کلمه داستان. پرسیده وکال یعنی چی؟ ببین وکال یعنی صدای آدم. خب کلا توی ما صداهامون تو زبان فارسی جدا نمیتونیم بکنیم. نمیتونیم مثلا صداست. خب مثلا این صدا با این صدایی که من دارم حرف میزنم جفتش صداست، ولی زبان انگلیسی اینجوری نیست. وکال یعنی صدای انسان، صدای آدم. کاور کردن موزیک چیه؟ کاور کردن موزیک یعنی دوباره خوندن یه دونه اثری که قبلا خلق شده توسط یه خواننده و یه شخص کاملا دیگه که میاد دوباره اون رو میخونه تا حالا یه ریسپکتی بهش گذاشته باشه یا قدرت خودش رو بخواد به نمایش بذاره. فری استایل چیه؟
فری استایل رو قبلا تو رپ فارسی مخصوصا خیلی به اجرای فعل بداهه معروف شده بود که مثلا میرفت خیابون فری استایل میکرد. جدیدن اینجوری نیست، جدیدن هر کی گوشی رو میذاره جلوش میخونه بهش میگن فری استایل اگر رو تکست بخونه. ولی فری استایل معنی اصلیش داخل رپ فارسی اجرای زنده و خام که همون لحظه تو داری میشنوی، به اون میگن فری استایل. حالا میتونه زنده نباشه، تو ویدیوشو ببینی، خب ویدیوی فری استایل رو داری میبینی، ویدیوی که اجرای زنده رو داری میبینی. آرشیو ببینم یه لحظه، میخوام چیزو بیارم، استوری من بیارم. خب بچه ها میریم سراغ سوال شما که کلی سوال پرسیدید. زاده بدبی یعنی چی که گفتم منده یه پا دو پا رو آیمالا میگن، ما نمیگیم. ترپ هم یه سبک یک سبک موسیقیه که تو کالچر هیپ هاپ رشد کرده. فکر کنم سال 1900 اینا بود استارتش خورد، 2015 اینا خیلی معروف تر شد. ترپ که از کلمه ترپ میاد، کلمه تله. میگم بتیغم به تو هم میتکه داداش. حله. سام ویلسون آیمال. رئیس کل لقب کیه؟ خب این سوالات چیه؟ و سوال خاصی نپرسیدید بچه‌ها، ولی چرا همش برف میباره؟ برف بازی وسط تابستون. یکی پرسیده اوجی، من دقیقاً نمیدونم اوجی یعنی چی. فکر کنم از کلمه اورجینال بیاد، نمیدونم واقعا بچه، اینو من ندونسته دارم میگم. اگه اشتباه میگم تو کامنت ها بگید. اوجی به قدیمیای یه کاری میاد، اوجی رپ فارسی هیچ کس و اینا. پرسیده گوت یعنی چی؟ این روزا خیلی سر زبوناست. گوت هم یعنی great of all time، خوب برای همه زبان ها، که گوت به انگلیسی یعنی بز، و قضیه بز و گوت هم همینه که از مسی و رونالدو شروع شد، خیلی داستاندار شد. و همین بچه‌ها مردم تا این ویدیو رو بگیرم. مرسی که رو تمرین من کلیک کردید. حتما کامنت بذارید، دارم انرژیم بالاست امشب، اصلا ناجور انرژیمو نگیر. کامنت بذار، ویدیو رو واسه رفیقات بفرست، اگه سوالی داشتم بگو بیا تو این ویدیو، همه جوابا هست دیگه. مسخره نشی جایی وقتی میری نمیدونی مندم یعنی چی. اگه میخوای بدونی ترپ ویلا چیه، میخوای بقیه چیزا رو بدونی، بگو پارت 2. آره بابا پارت 2. و همین دیگه، منتظر ویدیوهای بعدی باشید. حرف دیگه ای ندارم. کاف و قلب آبی تو کامنت ها بریز که قرار لایک کنم همشو. مرسی ازت، بنده کو فراموش نکن.